سلام، چطورین؟ خوبین؟ من دوباره اومدم. امروز میخوام بگم که چجوری یه غذای خوشمزه خیلی ارزون دانشجویی بپزیم. اونایی که پرسیده بودن نمیدونم دانشگاه غذا نمیده، خوابگاه غذا نمیده، چیکار میکنی اونجا؟ از بیرون غذا میگیری، خودت میپزی؟ اینا باید بگم که اگه بری دانشگاه، توی سلف دانشگاه ناهار سرو میشه هر روز، در واقع به جز شنبه یک شنبه که تعطیله. و قیمت ناهار 2.7 یورو هستش که قیمت اصلیش 7 یوروه که توی دانشگاه 2.7 یورو به دانشجوها میدن. این از این که معمولا ما نمیریم دانشگاه، مثلا چند بار بیشتر نرفتم. از بیرونم که غذا بخوای بخری بخوری، همش بیرون غذا بخوری خیلی گرون تموم میشه. حقیقتا آدم وسعش نمیرسه میشه بیرون بخوره، باید خودمون غذا بپزیم که من باهاش مشکلی ندارم. من خب از 18 سالگی تنها زندگی کردم تقریبا و همیشه غذا پختم از اون موقع. و اما دغدغه اصلی دانشجوها اینجا اینه که وقت نمیکنن غذا بپزن، چون باید سر کار میرن، درس میخونن، نمیدونم زبان میخونن، هزار تا مشکل دیگه هستش. امروز میخوایم یه غذای خیلی خوشمزه که تایم کمی لازم آماده شه، سالمه، خیلی خوشمزه است و خیلی ارزونه. تقریبا قیمتش حدودا فکر کنم واسه هر وعده 1 یورو تموم بشه، حتی از غذای دانشگاه هم ارزون تره. اینم بگم اگه بخوایم بیرون غذا بخوریم دیگه حداقلش 5 یورو باید هزینه کنیم واسه یه وعده. اینم در نظر بگیرید. یه دونر یک کوچولو ساده بخوری 5 یورو قیمتشه. خب مواد لازم: سیب زمینی، پیازچه، تون ماهی و برنج. فقط همینا رو لازم داریم. اینا بگیم حالا نمک و ادویه اینا هم هست دیگه. بریم که شروع کنیم. آقا روب یادم رفت، روب هم میخوایم. خب اول برنجمون رو باز میکنیم و خیس میکنیم و میذاریم دم بکشه. خب من به اندازه 2 وعدم برنج ریختم. برنج باسمتی استفاده میکنم که خیلی شبیه برنجای ایرانه. بریم که بشوریم و بذاریم حالا به جوش بیاد. خب بچه‌ها من برنج رو شستم، زر آب ریختم، دما رو میبریم بالا که این به جوش بیاد. بریم که سیب زمینی رو خرد کنیم. خب بچه‌ها تا الان 1/8 اون برنج 1 کیلویی رو استفاده کردیم. برنج 1 کیلویی باسمتی اینجا 2 یوروه، کیلویی 2 یوروه. ما 1/8 استفاده کردیم، میشه 25 سنت. پس تا الان خرجمون شده 25 سنت. الان 4 تا سیب زمینی کوچولو میخوام اینا رو خرد کنم و سرخشون کنیم که اینا هم میشه حدوداً 20 سنت، حدوداً 25 سنت، 30 سنت، حالا این حدودا میشه. طریقه خرد کردن سیب زمینی هم خیلی آسونه. اینجوریه، ببین. دیدین خیلی ساده بود. حالا شما شاید این توانایی خاص رو نداشته باشین، خب یه ذره طول بکشه برای شما خردش کنین. برای بریم مرحله بعدی. بچه‌ها تو این مرحله میخوام سیب زمینی‌ها رو مزه‌دار کنم، چون میخوام از هواپز دوستم استفاده کنم. توی تابه سرخ نمی‌کنم، تو هواپز میریزم. باید این مرحله مزه‌دارشون کنیم. خب اول یه ذره روغن زیتون زدم بهشون، یه ذره. خب نمک میریزیم، اینم زردچوبه است. زردچوبه رو میریزیم، قاطی میکنیم. حالا این رو بگم دیگه، توی تابه بخواین سرخ کنین اینا رو نباید اولش قاطی کنین. توی این مرحله من پودر آویشم میزنم، حالا بعضیا دوست ندارم. خب بچه‌ها میریزمش توی هواپز. 15 دقیقه دیگه سیب زمینیمون آماده است. خب الان برنج داره جوش میاد، اینم که گذاشتیم داره میپزه. 15 دقیقه طول میکشه. در این حال پیازا رو میخوام خرد کنم که قاطی کنم با تون ماهی. بریم که شروع کنیم. و اینم بگم که تایم گرفتن که ببینیم چقدر طول میکشه این غذا رو بپزیم. حالا به خاطر فیلم برداری، این کیه؟ به خاطر فیلم برداری خب یه ذره طول میکشه، بیشتر طول میکشه، چون باید دوربین رو هی جابجا کنم و بگیرم فیلمشو. که چی دیگه، بریم ببینیم چیکار میکنیم. تا الان حدود 45 سنت خرج کردیم. پیازا رو بشورم زود بیام. بچه برنج میخوام بزنم دم. یه قاشق کره، البته یه قاشق زیاده دیگه، نیم قاشق کره حیوانی هم میزنم. اینو از ایران آوردم، اما تمام نشده. خب پیازه رو براتون یه جوری خرد کنم کیف کنین، یعنی توی مرحله پیازه رو خرد میکنین.
اینم از پیاسا. بریم بچه. سیب زمینی آماده شد، قشنگ ترد و خوشمزه پخته شده. هواپس خیلی خوبه، دست سالم درد نکن. خب تا الان یه 20 سنت هم اضافه کنید به هزینه‌تون، چون قیمت 4 تا پیاسه که با هم یه بسته است می‌خریم 80 سنته که یه دونش استفاده کردیم میشه 20 سنت، اونم به هزینه اضافه کنیم. بریم مرحله بعدی. خب بچه‌ها سلام، غذاشو جمع کرد رفت، راحت میتونیم الان غذامون رو بپزیم. مرحله بعدی اینه که تونه ماهی رو باز می‌کنیم، می‌ریزیم دیگه گرمش کنیم. این تونه ماهیای اینجا خب توی روغن نیستم، معمولا توی آب هستم. خب برای اینکه تاومون هم خراب نشه از این استفاده میکنیم، چوبی. میذاریم گرم شه، بعد رب میزنیم، ادویه میزنم، بعد پیاسه ها رو بهش اضافه میکنم که خوشمزه شه دیگه. بریم مرحله بعد. خب باید اینو بگم که تا الان چیکارا کردیم دیگه. برنج رو گذاشتیم، سیب زمینیمون آماده شد، الان تونه ماهی داره میپزه و پیاسه هم که آماده است اضافه کنیم. تونه ماهی 1 یورو 19 سنت. حالا من با تخفیف خریدم، حالا میذاریم که تخفیف نداشته، قیمت اصلیش 1 یورو 19 سنته. ربمون هم کمه، باید برم بخرم دیگه، داره تموم میشه. این ترکیب چند تا ادویه است، مامانم گذاشته بود، فلفل و ادویه کاری و اینا. طبق معمول باز پودر آبیشن میریزم. پودر که نیست، از این کوچولو دیگه، توی همه‌شون لیدل اینا پیدا میشه. من خیلی دوست دارم، خیلی خوش عطر میکنه غذا رو. حالا یه ذره دیگه میریزم و زردچوبم یه ذره دیگه باز میریزم واسه رنگش و اینا. بچه‌ها یه ذره دیگه روغن باید بزنم، چون میگم دیگه تونه ماهی‌ها اینجا روغن ندارن و توی آب نمکن. این روغن هم قیمتش مناسبه، هم خیلی روغن با کیفیت و خوبیه. روغن زیتونه. خب پیاسه ها رو هم اضافه میکنیم، یه ذره تفتش میدم، بعد سیب زمینی ها رو هم اضافه میکنم و تمام. الان نوبت اضافه کردن دیب دمنی هاست. اینا رو فقط خالی خالی بخور، انقدر خوشمزه است، انقدر خوشمزه است نگم براتون. خب بچه‌ها رسیدیم به ایستگاه آخر دیگه. برنزم دم بکشه تمام دیگه، خورشتمون آماده است. برنز رو دم میکشه، حدود 40 دقیقه وقت میبره درست کردن این غذا دیگه. با حوصله درست کنی و خوب بشه. بعد تو نیم ساعت هم میشه، ولی خب زیاد خوب نمیشه. تا برنز دم میکشه بیان یه شیرموز هم با هم درست کنیم، بعد نهار، بعد از ظهر اینا بخوریم. چطوره؟ خب بعد شیر رو میریزیم، من کره بادوم زمینی دوست دارم، واسه همون معمولا یه قاشقم کره بادوم زمینی میریزم. دستمو شستم اومدم اینم کربوهیدرات. خب بریم که شیرموزمون هم آماده شد، میریزیم توی کاپمون. دست نیست که، واحد اندازه گیری دست دقیقا 1 کاپ شد. این میمونه برای بعد از ظهرمون. برید توی یخچال برای بعد از ظهر. بچه‌ها هر ظرفی رو کثیف میکنیم همون موقع بشوریم، بمونه برای بدن لکه‌اش نمیره، خخ میشه شستنش. بچه‌ها غذامون آماده است. متاسفانه ماستی که خریدم خامه ای نبود، تازه این برند رو خریده بودم و ولو شد، یه ذره زشت شد، ولی خب غذا خیلی خوشمزه میشه. خب خوردین دیگه این غذا رو. قیمت هر وعده‌اش حدود 1 یورو در میاد و اینم بگم این برای یه مرد بالغ 2 وعده کاملا کافیه. برای مثلا دخترها مطمئنم که 3 وعدهشون کافیه، چون حتی من 1/3 خورشت استفاده کردم. مثلا نشونتون بدم، من هنوز 1/3 خورشت استفاده کردم که
کافیه دیگه برای یه وعده. آره این یکی از غذاهایی بود که من هفته حداقل یه بار درست میکنم که برای 2 وعدم کافیه. حالا غذای دیگه هم درست میکنم، اگه خوشتون اومد از این ویدیو حتما بگین. یه غذای دیگه هم براتون میپزم که خیلی ارزون تموم میشه، غذای دانشجویی هستش که زود آماده میشه. بعد من برم نهارم بخورم، شما هم برید. به امید خدا اگه دوست داشتین لایک و کامنت یادتون نره. چیز دیگه به ذهنم نمیرسه. کانال منم سابسکرایب کنین، لایک کنین. بای بای. این چه ماست یا آب ماست نیست که.